آجی خوبه؟ موتور مال کیه آجی؟ مال شماست؟ خیلی شبیه موتور منه. اینجا چیکار میکنه؟ از هم دزدیدم چند وقت پیش. این دقیقا شبیه همونه. شبیه خودی. با استعلام بگیر. از کی استعلام بگیرم؟ زنگ بزن سالیده یه استعلام بگیر. من کاغذ نمایشگاه رو دارم که یه برگه موقت میده قبرستانم. از شهرستان اومدی با موتور؟ آره به قرآن. کجا؟ اصفهان. باورت اونجا میشه 24 ساعت من تو رو یعنی دزدیدنش بردنش اصفهان؟ خیلی زودی؟ من اینجوری که تو میگی من نمیدونم داشتی نه بابا صفر بود همینجوری قشنگ بی کلاج بود، اینجوری اتومات بود، همین همراه نوشته بود. وقت مدلش چند بوده؟ چی؟ هم 180. 110 که زنگ بزنی بده من موتور رو ببرم دیگه. تو ببری؟ آره بده ببرم. همون موتور خودمه. آره منم ماشین روشن برای خیابون اونم مال منه. بده ببرم موتورم آجی. موتورم من باید ببرم. باشه میبری. بده کلیداشو بده. بده کلیداشو. برو آقا گیر. بابا بده موتور. برو جون مادر سرمون نظر اصلا خوبه. من خودم مرگی جنگ دادم. بابا موتور مال خودمه. مال باید چجوری ثابت کنم؟ این ماشین نکنه مال تو هم. خب من میشینم برو مدارکشو بیار. بله امپراتور، بله حتما شما سلاش به این سادگی من میشینم به این راحتی بیای ببری. منم آنو نه نمیبرم. میشینم اینجا تا یه شما دقیقه برید. زنگ میزنم ساده بشینم تا شما برید. آقا میخواد صاحب موتور منو تبدیل به موتور خودش کنه. بابا دوربین مخفی بود. داشتم باهات شوخی میکردم. دوربین قطعش کن. قطع چی؟ دوربین تو کیفمونه. قطعش کن خب. این فیلم‌ها رو برای خودت ببین.